پیام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فراگیر همه بخش‌های خواجگی خلق مملکت سیاست داخلی و خارجی کشور بود که با یادرس نمودن از 30 سال برد و باخت و پیشرفت و کامیابی‌های 30 سال دوران صاحب استقلالی کشور شروع گردید. مرحله اول رشد تاجیکستان را در 10 ساله اول صاحب استقلالی این مرحله آزمایشی میتوان نام برد که سرور دولت ابراز داشتند که در این مرحله ما برای دولتداری نوین تاجیکان زمینه مستحکمی گذاشتیم و فقط شروع از سالهای 2000 یعنی در 10 ساله دوم صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان با به دست آوردن کامیابی‌های نظررس در همه بخش‌های خواجگی خلق مملکت توانست که به مرحله رشد وارد شود و امروز در طول برای تاریخ نه آنقدر زیادی 30 سال استقلالیت ما توانستیم که تاجیکستان را با بیش از 180 دولت دنیا معرفی سازیم و آنها تاجیکستان را به رسمیت شناختند و امروز بیش از 130 دولت دنیا با ما رابطه های تجارتی و اقتصادی را براه مانده است. این گواهی از آن می دهد که جمهوری تاجیکستان در شماره کشورهای رو به ترقی قرار دارد و یکی از کشورهای امن برای سیاحت و مهمانداری و همچنین از کشورهای پیشرفته به حساب می رود که در اینجا هنرهای مردمی رشد کردند و به این خاطر برای رسیدن به هدفهای استراتژی مملکت به خصوص هدف چهارم این صنعت کنونی کشورمون که سالهای 2020-2040 سالهای رشد علمهای طبیعی دقیق و ریاضی اعلان گردیده است و در پرتو عملی گردانی آزمونهای جمهوریوی علم فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیزی من فروغ صبح دانایی کتاب است. امروز هر یک شهروند تاجیکستان می‌خواهد که در رشد و نموی کشوری عزیزشان سهیم باشند و از خود نقش سازگاری گذارند و نقطه از همه خیلی شد چی میکنی کو؟